به رهبری که هیچ، به رهبری که ذره‌ای قوای سگانی جمهوری اسلامی پاسخگو نیستند. هر چیزی که شخص رهبری مملکت روش دست میگذاره اینها برخلافش عمل میکنند. اصلا یک تشریفات، یک صحنه کمدی کلاسیکه وقتی اعلام میشه آقا با دانه درشت‌ها برخورد کنید، مبارزه با مفاسد اقتصادی. رئیس 3 تا قوه که 3 تا روحانی هن دور هم جمع میشن انگاری رفتن عید دیدنی. مردم رو مسخره گرفتید یا خودتون رو مسخره گرفتید؟ خب این کاری که شما میکنید توهین به روحانیته، توهین به حکومت دینی است، توهین به رهبری مملکته. اون که نباید علنا به شما بگه، ما به شما میگیم. اون که نمیاد هیزم جهنم شما بشه وقتی خودش و خانواده‌اش دارن اینجوری زندگی میکنن ساده. شما خیلی بیجا میکنید که این گونه ریخت و پاش میکنید. پاسخ به کی نمیخواید بدید؟ شما میدونید 1,700,000,000 تومان ریال و دینارش رو باید با جهنم سوزان پس بدید؟ شعار قانونگرایی میدید؟ شعار رأی 20 میلیونی مردم رو میدید؟ لباس روحانیت تنتونه، گفتگوی تمدن هاتون اونور دنیا سوت و کف زدن؟ کدوم پاسخگویی؟ به جایی رسیده وضعیت حکومت اسلامی ما که دختران شیعه رو میبرن در کشور امارات به حراج میگذارن. اونجایی که علی فریاد میزنه اگر مرد مسلمان از قصه بمیرد رواست، این وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی که از قصه نمیمیره انسان نیست. فکر کن دختر خودت آقای یونسی دارن توی امارات میفروشنش. آقای خاتمی فکر کن دختر جوان خودتو دارن میفروشنش. چطور میتونی سر راحت زمین بذاری شبها؟ اف بر اونایی که توی مجمع تشخیص مصلحت نظام دارن برای مصلحت نظام تصمیم میگیرن، دختر شیعه رو دارن میفروشن توی امارات. شما چطور سر راحت شب زمین میگذارید؟ پاسخگویی؟ شما به رهبر مملکت پاسخگو نیستید، شما به قرآن پاسخگو نیستید. اگر کسی قدرت داشت توی مملکت توی دهن شما میزد که 1,700,000,000 تومان رو نبرید راحت قیچی بزنید بگید چون زمان آقای رفسنجانی هم همین کار توی سرخس و تجن صورت گرفته. هم آقای رفسنجانی بی خود کرد، هم شخص شما آقای خاتمی. فکر کنید دختران خودتون هستن دارن به ثمن بخت فروخته میشن. از قدس اگر فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بمیرد رواست. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اگر از قدس بمیرد رواست که دختر شیعه رو دارن توی امارات میفروشن. و اف در فرمانده کل سپاه. تو ذخیره استراتژیک جمهوری اسلامی هستی. سپاه و بسیج جایی که دیگه همه از کار میمونن باید بیاد توی صحنه و دختر شیعه رو میفروشن و پاسداران و بسیجیان راحت شبا میگیرن میخوابن. من نمیگم خاک امارات رو به توبره بکشید، تکلیف امارات با من. اون روزی که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نمیتونه علیه آمریکا اقدام کنه، آقای حسن روحانی خونه چند میلیاردی میشینه، صندلی هایی که میشینه توی تلویزیون میبینید مبلی است که از تخت شاه نرمتره. اون آدم میاد جلو آمریکا بیسته. اون آدم روحانیه که نجف و کربلای شیعه رو داره اسرائیل و آمریکا به خاکش رو به توبره میبره. اون آدم میاد از عدالت امنیتی نام ببره. اینها بیشتر به یک جوک شبیه اگه فکر کردید مسئولین این کشور دنبال تحقق عدالتند. حرفی که رهبر این مملکت میزنه این حرفی که این قرآن صامت زده روی زمین داره میمونه. من روی سخنم با آیت الله شاهرودیه. اگر نمیتونی لبه قانون رو انقدر تیز کنی که جلوی قاچاق دختران این مملکت رو نگیرن، یک لحظه بر پست قوه قضاییه تکیه میزنی، باید جواب این قضیه رو بدید. غیرت دارید شماها؟ اگر غیرت دارید دارن ناموستون رو حراج میکنند، شکمشون رو سیر نمی کنید. اون چه وضعیتی وجود داره؟ مسئولین امنیتی مملکت ساکت گرفتن، شبا تو خونهشون میخوابن.
اگر میدانستید که مسئولیت چقدر سنگینه، حتما آقای قالیباف نیروی انتظامی رو رها میکرد میرفت خونش، حتما آقای صفوی سپاه رو رها میکرد میرفت خونش، حتما آقای یونسی وزارت اطلاعات رو رها میکرد میرفت خونش، حتما آقای خاتمی و آقای شاهرودی قوا رو رها میکردن میرفتن خونه. همه شما مقصرید، همه شما مسئولید، باید جواب بدید. تا زمانی که یک دختر شیعه رو قاچاق میکنن به اونور مرزها، کی گفته امارات باید ثبات اقتصادی داشته باشه؟ اگر قرار باشه محلی به وجود بیاد که ناموس شیعه به یغما بره، بنده با این مسئولین جمهوری اسلامی هیچ نسبتی ندارم که هر کدوم یه شرکتی توی دبی دارن. خدا به من دختر نداده، اما ناموس این مملکت چون ناموس خداست، ناموس منم هست. ظاهرا رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مجریه و وزیر اطلاعات و فرمانده نیروی انتظامی و چه اگر دخترانشون هم به یغما برن، شب سر راحت زمین میگذارن. اینجا باید بگیم وا غیرتا. اگر آلوده نیستید چرا صداتون در نمیاد؟ اگر شهرام جزایری محک امتحان 3 قوه مملکت بود، محک بود دیگه، معلوم شد یک الف بچه 29 ساله راه افتاد، نصف مجلس ششم رو خرید، به رئیس مجلس ششم 500 میلیون، به ستاد انتخاباتی رئیس جمهور 300 میلیون، به فلان آدم در راست این عدد میلیون، به فلان آدم در سمت چپ این عدد میلیون، همتون رو با هم خرید. شما که قیمتتون انقدر کمه، جهنم رو چرا برای خودتون میخرید؟ مسئولیت بر جامعه سنگینه، اونم به نام دین. به نام دین. میدونید چقدر سخته؟ همه لح میزنن برن پست و مقام بگیرن. همین امام صادق فرمود ملعون است، 3 بار تاکید میکنه، ملعون است، ملعون است، ملعون است کسی که برای پست و مقام رقابت میکنه و تلاش میکنه و خودش رو به خطر میندازه. ملعونن خیلی از آدما که در جمهوری اسلامی برای مدیر کل شدن و معاون شدن و وزیر شدن و نماینده مجلس شدن و رئیس جمهور شدن از سر و کول هم بالا میرن. درخت بیگناه رو قطع میکنن، تبدیلش میکنن به کاغذ و عکسای خودشون رو روش چاپ میکنن، رو در و دیوار شهرها نصب میکنن. اینها اسمش ظلمه، تعارف هم نداره، اسمم بر نمیتابه، آیت الله و مهندس و دکتر هم نمیشناسه. ظلمه، جوره. گریبانتون رو آن سوی دنیا خواهند گرفت در عقبا. پیشاپیش بهتون هشدار داده باشیم اگر نمیتونید عدالت رو محقق کنید، بیشتر از این آتش جهنم رو برای خودتون نخرید.